بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و درسی که ما قرار داریم این صفات حروف است. از صفت‌های متضاد صفت‌های استعلا و استفاله را گذاشتیم و در این درس آن سه حرف استفاله که گاه غفظ خوانده می‌شوند آنها را می‌گذاریم. از میان این 21 حرف، یعنی از میان این 21 حرف های استفاله، ببینید دوستان اینجا 21 حرف استفاله است. حرف های الف، لام و را گاه و تفخیم یعنی غفظ خوانده می شوند که مثال های آنها را می آوریم. یکم حرف الف. غفظ یا باریک خواندن حرف الف از حرف‌های پیش از آن آمده وابستگی دارد. اگر پیش از الف حرف‌های استعلا آید، الف غفظ خوانده شده آواز آن به طرف حرف آ میل می‌کند. مثال ها ببینید دوستان، پیش از الف در اینجا حرف قاف آمد. حرف قاف حرف استعلا است، غفظ خوانده می شود. مثقال، ببینید مثقال نه مثقال. در اینجا پیش از الف حرف غین آمد. غاسقین، غاسقین نه غاسقین، برای آن که حرف غین حرف استعلا است. در اینجا حرف صاد آمد پیش از الف. مرصاد، ببینید. و اگر پیش از الف حرفای استفاله آید، الف باریک خوانده می شود. مثال ها عالمین، پیش از الف حرف عین آمد. حرف عین حرف استفاله است، الف باریک خوانده می شود، به طرف ا میل کرده خوانده می شود. عالمین، اگر عالمین خوانیم خطا است. مالکی، اگر مالکی خوانیم خطا است. و الناس، اگر و الناس خوانیم خطا است. دویم حرف لام. حرف لام حرفی است که همه وقت باریک خوانده می شود مگر در یک کلمه که این کلمه را لفظ جلاله گویند، یعنی در کلمه الله. حرف لام در کلمه لفظ جلاله غفظ خوانده می شود اگر پیش از آن ضمه یا فتحه آید. ببینید دوستان مثال ها را. الله، پیش از کلمه الله فتحه آمد و این سبب چی میخونیم؟ الله، الله نه الله، لام را غفظ میخونیم. هو الله، در اینجا نیست، پیش از کلمه الله فتحه آمد، لام کلمه الله غفظ خونده میشود. هو الله، اگر هو الله خونیم خطا است. رحمت الله، در اینجا پیش از کلمه الله ضمه آمد و این سبب حرف لامی که در کلمه الله است غفظ خوانده می شود. رحمت الله. و آخر من الله، پیش از کلمه الله فتحه آمد، اگر من الله خوانیم خطا است. و اگر پیش از کلمه لفظ جلاله کسره آید، حرف لام باریک خوانده می شود. مثال ها لله، ببینید دوستان کسره آمد، لام را باریک خواندیم. لله، اگر لله خوانیم خطا است. بسم الله، اگر بسم الله خوانیم خطا است. بالله، اگر بالله خوانیم خطا است. عند الله، اگر عند الله خوانیم خطا است. به چی سبب؟ به آن سبب که کسره آمد. هر وقتی که پیش از کلمه الله کسره می آید، لام کلمه الله باریک خوانده می شود. لله، بسم الله، بالله، عند الله. می گذاریم به حرف را. حرف را 3 حالت دارد. یکم در 8 حالت تفخیم یعنی غفظ خوانده می شود. دوم در 4 حالت ترقیق یعنی باریک خوانده می شود. و سیوم
در دو حالت تفخیم و ترقیق خواندنش جایز هست. اکنون بیایید همه آنها را دیده می‌براییم. یکم، حرف را در حالت‌های زیرین قبض خوانده می‌شود. آن 8 حالتی که گفتیم می‌گذریم. یکم، اگر حرف را با فتحه آید، مثال ها: رسول، رحیم، رجل، فرغت. دویم، اگر حرف را با ضمه آید، مثال ها: رزق، روح، نصر، خیر. سیوم، اگر حرف را با ساکن آمده و پیش از آن حرف با فتحه آید، مربط، ترمیهم، فأثرن، فلا تنهر. چهارم، اگر حرف را با ساکن آمده و پیش از آن حرف با ضمه آید. ببینید دوستان، حرف را با ساکن و پیش از آن حرف با ضمه آمد. زرتم، ترجعون، فهجر، قرآن. پنجم حالت، اگر حرف را با ساکن آید و پیش از آن حرف با ساکن آمده و پیش از این حرف با فتحه آید. ایضاح، این تنها در وقت وقف کردن راست می آید. ببینید دوستان، در وقت وقف کردن کلمه القدری خوانده می شود القدر، والفجری خوانده می شود والفجر. حالت ششم، اگر حرف را با ساکن آید و پیش از آن حرف با ساکن آمده و پیش از این حرف با ضمه آید. ایضاح، این تنها در وقت وقف کردن راست می آید. مثال ها ببینید: خسرین در وقت وقف کردن خسر خوانده می شود. العسر در وقت وقف کردن العسر خوانده می شود. و هفتم، اگر حرفی را با ساکن آمده پیش از آن همزه وصل آید. مثال ها: امرتبو، ارجعی، ارکب. و هشتم، اگر حرفی را با ساکن آید و پیش از آن حرف با کسره آمده و بعد حرف را یکی از حرفهای استعلا با فتحه یا با ضمه آید. ببینید دوستان، حرف را با ساکن آمد، پیش از آن حرف با کسره و بعد از حرف را یکی از حرفهای استعلا با فتحه یا که با ضمه آید. مثال ها: مرصاد، فرقت، قرطاس، ارصاد. این بود 8 حالتی که حرف را قبض خوانده می شد. و می گذاریم به دویم حالت. حرف را در حالتهای زیرین باریک خوانده می شود. در 4 حالت. یکم، اگر حرف را با کسره آید. مثال ها: رزقا، کریم، ناری، ارینی. دویم، اگر حرف را با ساکن آمده و پیش از آن حرف با کسره آید، به شرطی که بعد از حرف را حرف استعلا نآمده باشد. ببینید دوستان، مثال ها رو میخونیم: فذکر، فرعون، واستغفره، شرعت. سیوم حالت، اگر حرف را با ساکن آید و پیش از آن حرف با ساکن آمده و پیش از این حرف با کسره آید. این در آخر آیت ها یا که در وقت وقف کردن به وقوع می آید. مثال ها رو می خونیم: کلمه الذکر در وقت وقف کردن الذکر خوانده می شود، حرف را باری خوانده می شود. الشعر در وقت وقف کردن الشعر خوانده می شود. السحر در وقت وقف کردن السحر خوانده می شود. 4 حالت، اگر حرفی را با ساکن آمده پیش از آن حرف ی با ساکن آید یا این که حرف ی مدی آید. ببینید دوستان، حرفی را با ساکن و پیش از آن حرف ی با ساکن یا که پیش از را حرف ی مدی آید. مثال ها را میخونیم: کلمه خیرون در وقت وقف کردن خوانده می شود
خیر. کلمه السیر در وقت وقف کردن خوانده می شود السیر. و مثال های با یای مدی. کلمه قدیرون در وقت وقف کردن خوانده می شود قدیر. و کلمه بصیرون در وقت وقف کردن خوانده می شود بصیر. می گذاریم به حالت سیوم. حرف را در حالتهای زیرین می توان قفس یا باریک خواند. یکم، اگر حرف را با ساکن آید پیش از آن حرف با کسره آمده و بعد آن یکی از حرفهای استعلا با کسره یا با تنوین کسره آید. فکان کل فرق کالطود العظیم. در چنین حالت می توانیم حرف را یا که قفس خوانیم یا که باریک خوانیم. و حالت دوم، اگر حرف را با ساکن آید پیش از آن یکی از حرفهای استعلا با ساکن آمده و پیش از این حرف با کسره آید. این در حالت وقف کردن راست می آید. مثال ها رو می خونیم دوستان. کلمه مصر در وقت وقف کردن مصر خوانده می شود. می توانیم باریک خوانیم حرف را یا که قفس خوانیم. کلمه القطری در وقت وقف کردن القطر خوانده می شود. می توانیم باریک خوانیم یا که قفس خوانیم. قطر. سوال ها برای سنجش. استعلا و استفاله را شرح دهید. حرفای استعلا کدام هایند؟ دوم، کدام حرفای استعلا گاه و قفس خوانده می شوند و سبب قفس خواندن آنها در چیست؟ سیوم، حرف الف و لام در کدام حالت قفس خوانده می شود؟ چهارم، حرف را در چند حالت قفس خوانده می شود؟ پنجم، حرف را در چند حالت باریک خوانده می شود؟ و ششم، حرف را در چند حالت قفس یا باریک خواندنش جایز است؟ وظیفه خانگی: صفات حرف‌های گذشته را حداقل 3 مرتبه خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.